سلام به تویی که امروز رو با عشق و آرامش شروع کردی. امروز یک روز تازه است. روزی پر از فرصت، آرامش و نعمت. لحظه‌ای چشمهات رو ببند. نفس عمیق بکش. و با من این جملات تأکیدی رو تکرار کن. من در آرامشم. خداوند همیشه همراه من است. من در پناه نور الهی هستم. خداوند مراقب من و خانواده‌ام است. من به حضور خداوند در زندگیم اطمینان دارم. خدا بهترین ها را برای من در نظر دارد. من با قلبی پر از عشق و آرامش از خواب بیدار شدم. ذهن من آرام است و دلم در صلح. من با انرژی مثبت خداوند روزم را آغاز می کنم. من سزاوار یک زندگی آرام، شیرین و الهی هستم. من خودم را همانطور که هستم دوست دارم. من ارزشمندم. من عشق را از جهان دریافت می کنم و به جهان می دهم. همه چیز در زندگی من در هماهنگی کامل با عشق الهی جریان دارد. من خودم را می بخشم و دیگران را نیز با عشق می بخشم. امروز انتخاب می کنم که با آرامش و عشق زندگی کنم. من لایق بهترین روابط، دوستان مهربان و خانواده ای شاد هستم. من با لبخند از خواب بیدار می شوم و لبخند را به جهان هدیه می دهم. من مغناطیس جذب ثروت و نعمت هستم. ثروت از راه‌های مختلف و شگفت‌انگیز وارد زندگی من می شود. من سزاوار یک زندگی مرفه، آزاد و سرشار از برکت هستم. هر روز فرصت‌های جدیدی برای رشد مالی به سوی من می آید. پول به راحتی و با برکت وارد زندگی من می شود. من از نعمت‌های خداوند سپاسگزارم و هر روز بیشتر دریافت می کنم. من با ذهنی ثروتمند، دل شکرگزار و نیتی پاک روزم را آغاز می کنم. من به سوی موفقیت مالی هدایت می شوم. من به پول انرژی مثبت می دهم و با عشق آن را خرج می کنم. ثروت، شادی و آرامش با هم در زندگی من جاری اند. من در این لحظه حضور دارم. همین حالا همه چیز خوب است. من با طبیعت، با خدا و با خودم در هماهنگی هستم. نفس من آرام است، قلبم آرام است، ذهنم آرام است.
من از تمام استرس ها و نگرانی ها رها هستم. من آرام، آزاد و در صلح درونی هستم. من به خودم اجازه می دهم امروز فقط زندگی کنم. من امروز را با نیت روشن، قدم‌های سبک و قلبی شکرگزار آغاز می کنم. هیچ چیز در این جهان نمی تواند آرامش درون من را برهم بزند. من مثل یک رود جاریم، نرم، آرام و پرقدرت. من امروز پر از انگیزه و امید هستم. هر روز من به نسخه بهتر خودم نزدیکتر می شدم. من از چالش ها برای رشد استفاده می کنم. هر لحظه در حال پیشرفت هستم. من هدفهایم را می شناسم و با عشق دنبالشان می کنم. من با اراده، صبر و اعتماد به خدا راه خودم را پیدا می کنم. زندگی من هر روز بهتر و بهتر می شود. من به موفقیتم ایمان دارم. من در مسیر درستی قرار دارم و خداوند راه را به من نشان می دهد. من هر روز بیشتر و بیشتر شکرگزار می شوم. من هدایت شده نور الهی هستم. هر صبح با لبخند بیدار می شوم و از خدا برای یک روز دیگر سپاسگزارم. من به آرامش، ثروت، عشق و موفقیت اجازه می دهم وارد زندگیم شوند. من با ایمان، با عشق، با امید و با آرامش زندگی می کنم. خداوند همیشه مراقب من است. من در مسیر نور هستم، در مسیر خیر، در مسیر خدا. و همه چیز همین حالا برای من در حال بهتر شدن است. همه چیز برای من عالی پیش می رود. و من لایق بهترین ها هستم. اکنون لبخند بزن، نفس عمیق بکش و این روز را با ایمان و عشق شروع کن. تو لایق یک زندگی زیبا هستی و خداوند همیشه همراه توست.